سلام، وقت بخیر دوستان عزیز. امید که جور و صحتمند باشید. یکی از آفات خطرناک که به نام شپشک‌های آلود هم یاد میشه، یا براتون امروز معرفی میکنم. یک نمونه است که از یک دیاقین ما بر ما آورده. این شپشک‌های آردآلود قسمی که میبینین به خاطر آردآلود میگن که شکل سفید دارن و تقریبا فکر کنین از راه دور اگر ببینین فکر میکنین یک ماده سفیدی روی بدن ازی پاشیده شده، به همین خاطر به نام شپشک‌های آردآلود یاد میشه. بعضی جاها بعضی دیاخین به نام پختگک هم یاد میکنه، چون مقدار از اینا که زیاد شوه به شکل یک ماده سفیدی از راه دور معلوم میشه. این شپشک‌های آردآلود که از تقریبا اگر بگم در تمام نباتات یافت میشه. فعلا بوته پخته یا پنبه است، در درختان میوه هست، در نباتات زینتی است، در انواع نباتات هست. چرا من در شروع گفتم خطرناک؟ یکی از دلایلی که خطرناک است دوستان عزیز، این در قسمت‌های مختلف بوته، در پشت برگ، در روی برگ، در قسمت‌های که محل اتصال برگ با شاخه است، در تقریبا در قسمت‌های درختان چندین ساله، در تنه‌های درخت، در زیر پوست درختان، تقریبا در تمام قسمت‌های هوایی درخت اینا تکثیر میکنن، ازدیاد پیدا میکنن و اینا یک ذره کنترل از اینا سخت است، چون بدن از اینا قسم ساخته شده که بسیاری از حشرات، بسیاری از سمها یا دواها در اینا تأثیری چندانی ندارن و باید ما از حشره‌کش‌های استفاده کنیم که سیستمیک باشن، مثل اینجا پیش ما که از امیداکلوپراید استفاده شود، استامیپراید استفاده شود و ما بعضی وقتا اگر این آفت بسیار که پیشرفته شود، اگر کنترل مکانیکی نشود، حتما از سم بگیم استفاده کنن. سم بعضی وقتا با یک حشره‌کش سیستماتیک مثل امیداکلوپراید یا استامیپراید هم میگیم، با یک سایپرمترین، مالاتیون، با بعضی حشره‌کشایی که سطحی عمل میکنن، اینا با هم مخلوط کنن، چون نتیجه از اینا یا دوز دوا بلندتر شود یا تاثیر دوا بلندتر شود، به خاطر که یک ذره کنترل از اینا مشکل است. برای کنترل ساده اگر شما دچار آفات امراض در باغ و مزرعه یا حتی بوته‌هایی که در بوته‌های زینتی که در منزل دارین شدین، راه ساده‌ش است که شما مرچه ها را کنترل کنین، چون مرچه ها اینا را یک نوع از شپشک هاست، شکرک است که اگر شما در تصویر ما چون فهمیده میشه نمیشه، اینا مرحله پیشرفته که شد مثل شکرک بره، تولید شکرک یا همون ماده چسبناک میکنه که روی برگ چسبوک میشه و همون خاطر جذب مرچه ها را اینا مرچه ها را جذب میکنن و مرچه ها وقتی که آمد از عسلک یا شکرک از اینا استفاده کرد، تخمی از اینا رو انتقال میده به یک ساحه دیگه. شما خواهی پس حتما مرچه ها را کنترل کنین و علف های عرضه بسیار مهم است، چون اینا لا بلای علف های عرضه اینا تولیدی مثل میکنن، ازدیاد میشن و تولیدی مثل میکنن. کنترل علف های عرضه و کنترل مرچه بسیار مهم است و از سمایی هم که پیشتر براتون گفتم استفاده میکنین، امیداکلوپراید، استامیپراید، سایپرمترین، دلتامترین، مالاتیون میتونین با هم مخلوط کنین اینا را. و همچنان میتونین از روغن های باغبانی، روغن هایی که در بازار مخصوص نباتات است استفاده کنین، خیلی مؤثر است. حتی شما کوشش کنین اگر تونستین امیداکلوپراید یا استامیپراید همراه روغن استفاده کنین، خیلی مؤثر تمام میشه. و در مراحلی که اگر مقدار آفت کم بود، یک شاخه دو شاخه بود، کوشش کنین شما شاخه های بسیار آلوده را قطع کنین و از باغ و محلی که نباتات است شما دور کنین تا شما بتونین راحتی را کنترل کنین. و راه دیگه و کنترل سادهش وقت صورت میگیره، راحت صورت میگیره که آفت به این مرحله نرسه و ازدیاد آفت نشوه، یعنی کنترل جمعیت باشه، یعنی آفت به قسمی باشه که یک مقدار نو در حالت شروع باشه و اگر شما سمپاشی کنین یا از کنترل مکانیکی استفاده کنین، بسیار راحتی میتونین شما کنترل کنین. وقتی که آفت بسیار زیاد شد و به این سطح رسید و سطح نبات پوشان، یک ذره کنترل از این مشکل است. شما انشالله 2-3 مرتبه شما محلول پاشی کنین ایره و فاصله 5 تا 7 روز انشالله که نتیجه میگیرین. و بعضی جایا ایره پختگک میگن، ما ایره به خاطر همین نشان میدم که حشرات است. ببینید دقیق ببینید شما اینا
حرکت میکنن، از جمله حشرات مکنده است اینا دوستای عزیز، مثل شیپشک‌ها ولی از جمله حشرات مکنده است که اینا خرطومای بسیار ریزه دارن و شیره غذایی یا مواد غذایی نباته اینا استفاده میکنن.